مهمترین جدول زبان همینه، چون 50% کل جمله های انگلیسی حداقل یکی از اینا رو دارن. ضمایر فاعلی I, you, he برای مذکر، she برای مؤنث. این دوتا برای انسان استفاده میشه، it برای غیر انسان. We, you, they. ضمایر مفعولی me, you, him, her, it, us, you, them. صفات ملکی my, your, his, her, its, our, your, their. ضمایر ملکی mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. و ضمایر انعکاسی myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves. دقت کنین اینجا ف به و تبدیل میشه چون جمع هست. yourselves, themselves. حالا اگر با هر کدوم جمله مثالی میخوای کلمه ضمایر رو همینجا برام ارسال کن تا کاربرد و تفاوت هر کدوم خوب متوجه بشی.